وبعد. نعم. الإخلاص إذن قلنا الإخلاص الخلاص. نعم. الإخلاص معناه التصفية. الإخلاص معناه إذن التصفية. التصفية تنظيف. معناه التصفية شيء صف كردان توزع كردان. نعم يعني معناه صفيته يعني نظفت العسل من ثمنه يعني عسل أضربه توزع كردان. خلاص افتهمنا ميجي. وأما اصطلاحا يعني حركة الاصطلاحات ميجي كبعض عليه الإخلاص ميجي تصفية العمل مثل عسل تصفية العمل بالنية الصالحة بالنية الصالحة عن شوائب الشرك. شو بدأ في إخلاص؟ تصفية العمل بالنية الصالحة عن شوائب الشرك. عن شوائب الشرك يعني تصفیه العمل عمل های توزه کردن عمل چی کردن توزه کردن با چی چیز توزه کردن مدت در کار آیا وسیله با چی صابون با چی توزه با چی عمل توزه میکنیم نیت صالح نیت صالح از چی چیز توزه میکنیم از شرک شوائب یعنی بدی های همین چیزهای چی افلاسی ها یعنی شوائب چی افلاسی های شرک عمله سيميان في أسري شخص ده قبري لسه الحمد لله جيد فهمت شوائب يعني شو بدأت يعني از إفلاسي ها معناه إفلاسي من ندن عزمين چیزها يعني مثل لباس لباس از سیاگی چرک توزه میکنید بس صابون انا میخیل چیز عمل صالح مونده و عمل صالح بچه چیز بعضی وقت آمیخته میشود با شرک ریا یا من چیزا آمیخته میشود آمیخته میشود و یه بچه چیز که توزه میکردیم با نیت صالح با نیت صالح یعنی باید که این عمل ها یعنی چیه تمام عمل ها یگونه الله سبحانه و تعالی صرف کرده حالا میگه چیه عمل توزه کردن همین معنی چیه اخلاص یعنی همین اخلاص يعني بعض أهل مثل الشيخ حافظ حكمي وديارهم كل تعريف ميكرونا ده هم خل تعريف ميكرونا شو بشوف ده معارج ناس يعني كلمة معارج يعني عموما هم عندهم خل تعريف ميكرونا كم يقول الشيخ تعريف ميكرونا ده مخل بيقول كي تصفية العمل بالنية الصالحة عن شوائب الشرك نعم يعني تصفية العمل بصالح النية يعني بالنية الصالحة عن جميع شوائب الشرك تعريفك تعريف الشيخ الحافظ تعريف حافظ حكمي رحمه الله نعم همين شيء يعني يعني أخلصت العمل لله معنوش هم نمتر همين يعني إنسان تو عملها از الشرك يعني توزن باشد ما چی میشتست یعنی قبول نمیشه نکنم مثلا میبینم اخلاص به گفتم يعني الشيخ شغل الاخلاص به ماذا ينافيه شرك الرياء البدع المعاصي هم من چیزا چی میدارد یعنی منافات چی به الشرك به يعني كل هذه الأشياء ينوى في الشرك يعني الشركة يعني إخلاص به زيت مبيع شرك كفر بدعة گناه همش فهمت؟ آدمی که گناهگار هست باید معنیش اخلاص عمل نیست اخلاص نمی‌کنه افرأیت من اتخذ الهه یعنی وای کی به عبادت کرد وای کی ما گفتیم که اخلاص چی یعنی تصفیه العمل وای تصفیه العمل نکرد عمل صاف نکرد عمل چیکار کرد وای هوا به صرف کرد هوا یعنی هوای نفس خواهش و اراده خودش به صرف کرد ای نفس خودش عبادت کرد شیطان پرستی الله سبحانه وتعالى ألا تتخذوا الشيطان ألا تعبدوا ولقد ألم أعهد إليكم ألا تعبدوا نعم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان يعني شيطان پرستی چی میشه
منافات شرک منافات اخلاص میشه. و چیکار کردن عبادتی که به صرف کرد عملی که به صرف کرد شیطان دینار و درهم پرستی اخلاص بزید میبید تعیس عبد الدینار و عبد الدرهم یعنی وای بنده چی شد تصفیه نیستیننده بنده چی شد یعنی بنده دینار بنده درهم شد بنده دینار و بنده درهم شد بنده چی شد وای بنده دینار و بنده درهم شد فهمید همین چیزها یعنی چی میشه یعنی گناه مثلا گناه نمیگم که افرایت من اتخذ الهه هوا همین هوا به عملهای صرف کردنش که توجه شد اخلاص ابین رفت اخلاص شد یعنی ابین رفت برای همین یعنی اخلاص تجید عمل باید که تنها که به صرف کرده شود یگانه الله سبحانه و تعالی به یگانه الله سبحانه و تعالی سینا دلیل میشن می احکام علمایی که دوزخ پارتوتا میشن نعم یعنی چی بده یعنی اخلاص نبدنش اول من يسعر النار بهؤلاء ثلاثه كيف باي سه نفر يعني الشهيد والمنفق يعني الرجل السخي وقارئ والمعلم والقارئ قرآن على العالم هم سه نفر يحكم جهنم میدرمه که شهید مجاهد سخاوتمند یعنی صدقه میداده آدم و قرآن خواننده شهید بگفتن که چیکار کردی گفت که یعنی راهی الله تعالی در جنگ کردم راهی الله سبحانه و تعالی کشته شده راهی الله سبحانه و تعالی به چی شد یعنی کشته شده نه باید چی بود یعنی الله تعالی منت نیتت منت الله دلش خلق کرد از الله روز میکنن میبر یرحم از الله روز کردن میتن نه فهمیده باید که چیکار برای چی جهاد کرد وای ليقال عنه انه شجاع عباي سخوات رواد من چه تو که يقال عنه سخي او ليقال عنه انه قارئ فهمده یعنی برای ریاش ده آدمو به نشون دادن بشه تلاوت قرآن عمل صالح هم چیزای کرد همین چیزا باعث چی شد وای به جهنم به در آمدن شد باعث جهنم لا شك هذا يعني شيء نعم هذا يعني نظرا الى عظمه الرياء الى عظمه قد ينافي اصل الايمان وقد ينافي كمال الايمان كمال الايمان الواجب يعني نعم كمال الواجب هم فهمت همین خیلی مثلا چی میشه یعنی همین چیزا همش یعنی چی میشه ضد ریا میشه ضد ریا میشه تعیس بدبخت شد ضد اخلاص تعیس بناش بدبخت شد و دلیل ها بسیار الا لله الدین الخالص لله دین الخالص یعنی دین خالص تنها برای الله سبحانه و تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يعني اخلاص يعني امر یعنی چی شد یعنی مأمور شد برای مأمور یعنی امر برای چی امر کرده شد برای بچه باید که اخلاص الله به عبادت کنن تنها بچه عبادت تنها الله سبحانه و تعالی به صرف کردن برای بچه شد امر کرده شد که برای چه تنها الله سبحانه و تعالی به عبادت کنن نعم انا آیات این باب چه بسیار من آیات و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ليوحدون اخلاص بیان تنها الله سبحانه و تعالی عبادت کردن به یعنی همین به یعنی به اخلاص نعم به اخلاص یعنی انسان چه خلاص نمیشه به اخلاص خلاص نمیشه به اخلاص خلاص نمیشه هم به ابن رجب رحمه الله تحقیق کلمت اخلاص میگفت که فیا اخوانی میگفت فیا اخوانی فلا میگفت فلا ينجو غدا الا من حقق هذه الكلمه یعنی کلمه اخلاص کلمت چه بود اخلاص بود همین عند مستد احمدان اومده که اگر عثمان رضی الله تعالی عنه در محضر حضور عمر حدیث میگه میگه که حدثنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کلمه علمنا رسول صلی الله علیه و سلم کلمه تعلیم داد که گفته که جنت به میده عمر گفت که این کلمه ما میگم گفت و علیکم السلام و رحمت الله انها کلمه الاخلاص إنها كلمة الإخلاص وكلمة التقوى وهي الكلمة التي أعز الله محمدا أصحابه
محمدا وأصحابه بها وهي الكلمة التي ألاص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها عمه أبا طالب هي كلمة إخلاص لا إله إلا الله. فهمت همین کلمه لا اله الا الله کلمه اخلاص لا اله یعنی تمام چیزهای شما چه این کار میکرد. همین کلمه چی بود؟ کلمه اخلاصی که رسول صلی الله علیه و سلم الله تعالی به همین کلمه چه معزز عزیز و محترم کرد. همین کلمه که رسول صلی الله علیه و سلم مکش ابو طالب چه به دعوت کرد 8 سال 8 سال همین کلمه چه دعوت کرد علیه الصلاه و السلام. خلاص یعنی همین انده حرک علاص علیها یعنی هم دعوت کرده همین به سعی و کوشش صرف کرده همین چیز به دعوت کرد. یعنی هم به نام الله سبحانه هم به یک خیلی که گفت ابن رجب به اخلاص خلاص نیست. هم به سوره نیسون الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. دیدید یعنی به اخلاص چکاشدن تحت ترین جهنم قعرش به مرتبه از همه پسترین به چه فرو رفتن که ها منافق ها هم پسترین درجه برفتن. برای همین کی از این خلاص شد؟ الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله. همین فقط این چیز نجات یافتن. همونایی که الا الذين تابوا توبه کردند الا الذين تابوا واصلحوا اصلاح کردن خودش نه واعتصموا بالله الله به چیکار کردن؟ چنگ زدند و اخلصوا دینهم لله دینشون چیکار کردن؟ الله یگون الله به صرف کردن. فقط اینا از این بلا چی شدن یعنی خلاص بشن. این بلا فقط اینا چی خلاص بشن. هم بیان اخلاص یعنی همین به اخلاص آدم از چی؟ از شفاعت محروم میشن. به اخلاص آدم از شفاعت محروم میشن. حدیث صحیحین اند حدیث بخاری اند حدیث ابو هریره رضی الله تعالی و ارضاه قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك من أسعد الناس بشفاعتك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. یعنی کی سعادت ترین کی خوشبخت ترین بنده ای که شفاعت تو به سزاوار می شود؟ گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم همونی که لا اله الا الله گوید خالصا من قلبه یعنی از اخلاص از دلش گوید همین چیزه. به ولیش هم میگوید که رسول صلی الله علیه و سلم میگوید که من میخواستم که من حدیثه پیش از تو هیچ کس نپرسد. برای چه؟ حرصت لما رأیت حرصک لحدیث حرصت چه خیلی کندم. همین بین حدیث بخاری چه میبیارد؟ فاضل اهل حدیث میبیارد. اهل حدیث یعنی چی بوده؟ یعنی وایها اهل اخلاص و منها اول الناس چه؟ شفاعت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. اهل حدیث اهل حدیث کی؟ اهل حدیث چی خیلی اهل حدیث همینایی که به حدیث رسول صلی الله علیه و سلم مشغوله. عمر ابن عبدالعزیز چی گفت؟ کتب الى امصار. چی گفت؟ چی نوشت کتب الى امصار؟ چی گفت؟ عمر ابن عبدالعزیز چی گفت؟ چی گفت؟ انه لا رأي مع سنة سنها رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی دین اندر رأی نیست. مادامی که اعتقاد داره که دین محمد صلی الله علیه و سلم عقلته پشت دریا بپرد. دریای گذشته که وای طرف دریا اند موند. یعنی عقل کار نفرما چه دین عقل به حدیث کار عقل مون عقل یعنی نگو که یعنی خلاص من خودم میفهمم من عاقلم من چیزم گفتم عقلت دنیا کار دنیا رو بسرد کن فهمید؟ یعنی همین معنای چی بود؟ یعنی هم معنای حدیث همین بود. یعنی قول عمر بن عبدالعزیز رحمه الله یعنی وقتی که حدیث های و حدیث کتی چی؟ فهمید اهل حدیث کیان؟ اهل حدیث فقط عملاشون یعنی دیننده قول میگویند یعنی کارهای دین به تعلق اند کار دنیا به تعلق اند دین به تعلق یعنی مسئله نماز و زکات و روزه و حج و نکاح و طلاق و خرید و فروش هم چیزایی که دین به تعلق داشته که چیزا به فقط چی استفاده میبرن؟ حدیث. گفتن حدیث کردن حدیث اقرار کردن حدیث ترک کردن حدیث. فهمید؟ انا من اهل حدیث. فهمید؟
صحابه ها اهل حدیث چه هر یک قولش بعد حدیث دلیل میپرسن ها بعض است راست میخوریم یا بعض است چپ دلیل حديث ابن عباس ملا فلان گفت یا کشان فلان گفت ها رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت فهمید کی گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت ها دیگه چیز حجت نیست یعنی ها علم اینا کیان اهل حدیث دید شنبه وقتی که ابو هریره رضی الله تعالی عنه من حدیث میپرسد من اسعد الناس بشفاعتك یا رسول الله کی سعادت ترین یعنی شفاعتت به رسول الله رسول صلی الله علیه و سلم چه گفت من میخواستم که یعنی من میدونستم که من حدیث غیر از تو دیگه کس یکمی همین تو بپرسید برای چه دیدید آدمی که به حدیث کتی مشغول یعنی الحمدلله چه همین قدر اجرها به چه نائل میشود فهمیدید هم به یعنی چه الحديث علم حدیث به باید که چیکار کنیم یعنی اهتمام دادن در کار یعنی علم حدیث به اهتمام دادن در کار هر چیزی میخوریم فقه و مسائل عقیده مسائل همش باید که چه مبنی چی باشد یعنی مبنی بر حدیث باشد ها مبنی بر حدیث باشد ها غسل میکنید ها غسل میکنید غسل از جنابت میکنه هر کس میکنه این چیز ها هر کس که بالغ شد از جنابت چی میکنه یعنی باید غسل میکنه چه خیلی غسل میکنه دادا چیل حديث ما يخونه کدوم حدیث حديث عائشة با کدوم حدیث حدیث کتی نه که مثلا خود مثلا یا وای چی نه حدیث کتی اهل حدیث فرقشون از اهل رای همین هست ها فهمید هر یک عملی که میکنن هر باری که میرن همین نماز میخونن زکات میدن روزه میدارن همه عملاشون چی مبنی چی بر چی بیشتر یعنی بر حدیث نمیدونم چی نه اما رسول صلی الله علیه و سلم که من قال اسعد الناس بشفاعت من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه وكذلك حديث عتبان ابن مالك رضي الله تعالى عنه حديث صحيح رواه البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله من قال ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله یعنی کی روش جهنم به حرام میشود که از جهنم ایمن میمونه نجات مییابد همونی که لا اله الا الله گوید شرطی که شرط چیه ابتغاء وجه الله باشد یعنی ابتغاء یعنی خالص فقط برای الله اینو گفته باشد یعنی فقط برای کی گفته باشد این چیزا فقط برای الله سبحانه و تعالی گفته باشد والحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و علی آله و صحبه